امروز به نام روز مادر از دست غربیا روز جور شده، مسلمانی ما تقلیدی از واره کرده رو ایسته. امی معلمی ما او معلم به خاطر یک روز گل آوردن توی قانون کفر اینجا سری اولاد مسلمان تطبیق نکن. به خاطر یک آوردن یک روز یک جوره کالا یک چند بگوی کیک و کلچه تو دینی خراب نکن. رسومات غربی ها را اینجا ترویج نکن که معاملش تو میشی در بدر خاک بسر میشی، در روز قیامت برات جواب تو میدی. در جامعه و معاشره اسلامی مادر هر وقت مادر است قابل احترام است یا یک روز در هر حالت قابل احترام است. شما که مادر و پدرتان پیر شود در سالون کهن سالا میبره یعنی که در خانه احترام و تعظیمش میکنی؟ در کدامش میکنی؟ عجیب است. روز مادر است. چی کدام دسیسه نیست که دنیای غرب به ما مسلمان جور نکرده باشه. ما مسلمان بیخبر. روز مادر است تجلیل میشه و سطح دولت تجلیل میشه. تو اولادی مردم در مکتب امو کلمایی که احترام مادر و پدر دو کتابا ذکر شده بود او را از بین نبر. او در کتابا موجود باشه که اولاد مادرها را و معلمها را احترام بکنه. تو خود گرفتی از کتابای مکتب کلمه جهاد، کلمه بگوی احترام دینی گپا را کلش کشیدی، جواری و بگوی انار و گپا را در کتابایت آوردی. تو کدام کار باز میگی ما روزی معلم و یا روزی مادر را تجلیل میکنیم؟ دروغ نگوی، پیش الله رفته نیستی. بگوی که نه روزی مادر پیش ما قدر نداره، روزی با دارا را تجلیل میکنیم. با دارای تو دستور میده ما باید این را تجلیل بکنیم.